أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب تحریم مطل الغنی بحق طلبه صاحبه، یعنی که باب در مسئله حرام بودن تأخیر کردن ثروتمند به حق را، مال را که طلبه صاحبه، یعنی طلب کرده است، درخواست کرده است آن مال را صاحبش. یعنی انسانی که توانایی دارد قرضش را بدهد یا کسی دیگر بالای این انسان حق دارد و این انسان توانایی بازگرداندن اون حق را دارد اما آن حق را باز نمیگرداند، این حرام و ناجایز و نادرست می باشد. مثلا یک انسان از یک کس قرض میگیرد و توانایی بازگرداندن قرض را دارد اما نمیدهد، این حرام و ناجایز است، این ظلم است. یا یک انسان یک کس را میآورد کار میفرماند و سوم کارش را نمیدهد و توانایی دارد که سوم کار کردگی اون را بدهد اما نمیدهد، این ظلم و حرام و ناجایز می باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: ثلاثه انا خصمهم یوم القیامه. الله جل جلاله فرموده است که سه گروه مردم را من دشمنشان هستم در روز قیامت. الله سبحانه و تعالی فرموده است سه طایفه مردم را دشمنشان من هستم. پس تصور کنید که وقتی دشمن و وقتی که مقابل و وقتی که در روبرو حق طلب کننده این الله جل جلاله باشد، پس حال چی می شود ای انسان؟ الله جل جلاله می گفته است که سه گروه را مخالفش و دشمنش در روبرویش من هستم. اون سه گروه کی است؟ یکمش رجل اعطا بی ثم غدر، مردی که اعطا بی ثم غدر، یعنی که به نام الله جل جلاله پیمان بسته است و پس آن پیمان را شکسته است، قسم خورده است، قسم یاد کرده است، با نام الله پیمان بسته است اما اون پیمانش را شکسته است. الله جل جلاله می گفته است دشمن این انسان من هستم در روز قیامت. و دویم کی است؟ و رجل باع حرا فاکل ثمنه، مردی که فروشد مردی آزاد را و سوم اون مردی آزاد را بخورد. پس میگوید اینم خصم و دشمنش در روز قیامت من هستم که انسان یک انسان آزاد را میبرد میفروشد و اون سوم را میخورد. و سوم گروه کی است؟ و رجل استاجر اجیرا، و مردی که اجیر و مردی که کارگر گرفته است، چی کار داشته است برای خود کارگر گرفته است که کارش را بود بکند. فاستوفى منه، اون کارگر کار این انسان را پره به اتمام رسانده است، کارش را کرده است. ولم یعطیه اجره، اما این انسان کارفرما حق اون کارگر را نداده است. الله جل جلاله می گفته است در روز قیامت دشمن این انسان کارفرمایی که کار میفرماند یک بینوا و کمبغل را میآورد استفاده میبرد و اون خدمتش را اجرا میکند اما این انسانی کارفرما سومش را نمیدهد، حق اون را نمیدهد، الله میگفته است من دشمنی این انسان میباشم در روز قیامت. پس هر انسانی که توانایی باز پس دادن حق را دارد
اما نمیدهد، یا از بخل و بخیلی یا از وسوسه شیطانی که بازیچه دست شیطان می شود سم دارد اما حقش را نمیدهد، این ظلم و حرام است. انسان سم دارد در خانهش، سم رو میماند، با اون سم رو در خانه نگاه کردنت اون سم زیاد نمی شود. یا با تأخیر انداختن اون قرض یا اون حق دیگر کس را ندی و این سال و سال آینده وعدهش بکنی، تواناییش را داشته باشی، در این صورت اون حق از بالای تو برداشته نمی شود، بلکه تو از جمله ظالمین و از جمله کسانی می گردی ای انسان که مرتکب گناه شده ای، مرتکب گناه و معصیت گشته ای. پس این باب در مسئله کسانی است که توانایی پرداخت را دارند اما پرداخت نمی کنند، این حرام و ناجایز می باشد. اکنون امام نووی رحمه الله در زیر این باب 2 آیت و 1 حدیث برایمان تقدیم می کند. اولین آیتی که می آرد سوره نساء آیت 58 است. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 58 می فرماید، امام نووی می گوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله سبحانه و تعالی امر میکند شما را که ان تؤدوا باز پس دهید و بسپارید امانات را به صاحبانشان. یعنی که کسی را امانتش در دستی تو هست ای انسان، الله تو را فرمان میدهد، الله تو را امر میکند که تو اون امانت رو به صاحبش بازگردانی، به صاحبش بسپاری و به صاحبش بدهی. الله سبحانه و تعالی به این چیز تو را امر میکند. وقتی یک کس بالای تو سم دارد، یعنی امانت اون انسان در نزد تو است، تو باید این سم را تواناییش را داشته باشی، باید باز پس گردانی و برای اون انسان بدهی اگر تواناییش باشد. اما اگر تواناییش را نداری، باید از اون انسان مهلت بخواهی و پیدا که کردی در اولین فرصت به صاحب حقش را ادا بکنی. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 280 برای فرصت دادن انسان‌های کم بغل که اگر قرضدار باشند برایشان فرصت داده می شود میگوید و این کان ذو عسرة فنظرة الى میسره. الله سبحانه و تعالی میگه اگر آن انسان ذو عسره باشد، یعنی تنگ دست باشد، بینوا و کم بغل باشد، اون کسی که حق شما بالای اون هست، اون انسان کم بغل و تنگ دست باشد، فنظرة الى میسره، پس باید مهلت داده شود تا دستش باز شدن، تا یک زمان، یک وقت براش داده شود تا اینکه اون انسان حقش را بازگرداند. این در صورتی هست که اون طرفی که از شما قرضدار هست اون طرف کم بغل هست، ذو عسره هست، یعنی تنگ دست است، کم بغل که هست، پس براش فرصت میدهی. اما اگر بای باشد، تواناییش را داشته باشد و پرداخت نکند، در این صورت هیچگاه برای اون فرصت داده نمی شود. باید وقتی که طلب میکنید حقتون را، باید اون انسان بازگرداند حق شما را. پس الله سبحانه و تعالی در این آیت سوره نساء آیت 58 امر میکند که امانت ها باید به صاحبانشان بازگردانده شود. این بود اولین آیت در زیر این باب. بعد از این امام نووی رحمه الله آیت دوم را می آورد که سوره بقره آیت 283 می باشد. امام نووی رحمه الله می گوید و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 283 می گوید فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر شما با یکدیگر اطمینان داشته باشید، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی اگر که شما با یکدیگر اطمینان داشته باشید،
فلیؤدی الذی اؤتمن امانته، پس باید بازگرداند امانت را. اون انسانی که امین است، اون انسانی که امین است باید امانتش را بازگرداند. فلیؤدی الذی اؤتمن امانته، یعنی باید بسپارد، بازگرداند، بدهد اون کسی که امانت داده شدگی است، امانت داده شدگی است، امانته، اون مالی که در دستش است باید به صاحبش بازگرداند. در این آیت هم الله سبحانه و تعالی تأکید میکند که وقتی که امانت به دستتان هست به صاحبش بازگردانید. این بود دو آیت در زیر این باب. اکنون میگذره در قسم حدیث که یک حدیث در زیر این باب میآورد. این یک حدیث این باب حدیث 1610 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1610 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: مثل الغنی ظلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید مثل الغنی، یعنی که به تأخیر انداختنی کسی که قرض دارد بالای انسان ثروتمند. پس این انسان ثروت، مثل الغنی، یعنی که به دراز کشیدنی ثروتمند قرضش را که به اون انسانی که باید قرض ادا بکند، یعنی حق دیگر کس را ظلم است. مثل الغنی ظلم، یعنی که انسان ثروتمند حقی که بر ذمه‌اش است و توانایی ادا کردنش را دارد و به تأخیر می اندازد، ظلم، پس این عملش ظلم حسابیده می شود، این حرام می باشد. میگه و اذا اتبع احدكم على ملئ فلیتبع، میگه که و اذا اتبع احدكم، و هنگامی که حواله داده شد کسی از شما، مثلا کسی از زید قرضدار است، مثلا شما از زید قرضدار هستید و نزد زید می روید سومتون رو طلب میکنید. زید شما را میگوید که پیش عمر برو، او عمر از من قرضدار است و سوم را، این قرض من را عمر پرداخت میکند. همین رو رسول الله میگه اذا اتبع احدكم، هنگامی که حواله داده شد کسی از شما علی ملئ، یعنی بر توانگری، مثلا زید کمبغل است یا زید بای نیست اما عمر بای است. زید میگوید که عمر همون انسان از من قرضدار است یا که حق دارم من در بالای اون، تو رفته از عمر بگیر. اگر همین طور که شد رسول الله میگه فلیتبع، باید بپذیرد، باید شما قبول کنید این امر رو، این فرمان رو باید شما قبول بکنید. یعنی پیش زید رفته بگوید که برو از عمر بگی که عمر ثروتمند است و مالدار است، باید شما بروید نزد عمر از عمر بگیرید. اما درباره این فرمان که رسول الله میگوید فلیتبع، باید بپذیرد، حکمش چی است؟ یعنی سنت است قبول کردن یا واجب است قبول کردن، مستحب است، چی است؟ علما در این باره اختلاف نظر دارند. آیا این واجب است یا مستحب است؟ اختلاف نظر هست. حنبلی ها میگویند که واجب است. وقتی که شما نزد زید رفتید، زید از شما قرضدار است، بگوید که پیش عمر برو، عمر از من قرضدار است، عمر ثروتمند باشد، میگوید در این صورت بالای شما واجب است که نزد عمر بروید، قبول بکنید. به یگان مشکلی شما باید میگه قبول بکنید، در گردنتون واجب است. میگه مذهب حنبلی میگه واجب است. اما باقی مانده و اکثر علما این را مستحب میدانند، واجب نه بلکه مستحب میدانند. اگر خواستید قبول میکنید،
اگر نخواهد میگه که نه من نمیروم نزد اون کسی که از تو قرض دارد، خودت رو بگیر سومت رو بیار به من بده. پس در این صورت میگن که مستحب است نه اینکه واجب، زیرا که اگر واجب باشد انسان قبول نکند در این صورت گناهگار می شود. میگن که نه واجب نیست بلکه مستحب است، اگر خواست قبول میکند، اگر نخواست قبول نمیکند. پس این هست حکم این مسئله. اما با تفصیل این مسئله این است که اگر اون طرفی که مثلا زید از شما قرضدار از پیش زید رفتید، شما را به کسی حواله بکند که اون انسان ثروتمند است اما مشهور است که سوم را نمیدهد، انسان بسیار کنسک است، بسیار انسان خسیس است، انسان بخیل است، در این صورت شما حتما قبول نمی کنید، زیرا که میدونه که اون طرف بله ثروتمند هست اما نمیدهد سوم را، عادت سومتی ندارد، قرضگیری را دوست میدارد، دواندن را دوست میدارد، پس شما حتما قبول نمی کنید در این صورت. اما ببینید که واقعا اون طرف ثروتمند هست و واقعا زود حق را پرداخت میکند، در این صورت مستحب است شما قبول کنید و بروید زودتر حقتون رو از اون جانب بگیرید. پس این هست تفصیل این مسئله، یعنی که شما را یک انسان از شما قرضدار است، وقتی شما نزدش رفتید بگید که برو از فلانه بگیر، شما نباید قهر و غضب بکنید، بلکه اختیار دارید، میتونید بروید بگیرید، نمیخواهید بگید که نه من نمیروم، زیرا که رسول الله میگه اگر که همین طرف شما را حواله دادم به کسی دیگر پس شما بروید، اگر میخوای قبول بکن، اگر نمیخوای بدون غضب و بدون قهر کردن و بدون خشم کردن قبولش نکن. و در این موضوع در این باره فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در این جایز است، یا که مثلا شما قرضدار هستید، اون صاحب قرضانتون از کسی قرضدار باشه نزد شما بیاید، شما میتونید بگید که برای از فلانی از برادرم بگیر، یا که برای از نو رفیقم بگیر، یا که فلانی مثلا از من قرضدار است برای از دوستم بگیر. این حق رو دارید، شما گناهگار نمیشوید، این حق رو دارید، گناهگار نمیشوید. اما یک مسئله ای که مشهور است یا میگه که دست رو میشناسد، من به خودت دادم فقط من از خودت میگیرم، این از جاهلیت است و این از سخنان جاهلیت موندگی است. نه، وقتی که این انسان تو را میگه برو از فلانی بگیر، اون انسان واقعا سومی تو را میدهد، برو بگیر، رفیقش است، برادرش است، برای تو سوم میدهد، المهم دادن و پرداخت کردن سوم است، پس اون جانی برای تو میدهد، پس برو بگیر، بدون آنه که این اصطلاحاتی جاهلیت را استفاده برای که نه دست رو میشناسد و من فقط از خودت میگیرم و من از دیگه کس قبول نمیکنم، و این خلاف سنت رسول الله و خلاف این حدیثی که حالا خواندیم، خلاف این حدیث می باشد. این حدیث متفق علیه می باشد. پس از این امام نووی رحمه الله میگه اتبع ای احیل، یعنی که حواله کرده شد. شما را اگر کسی حواله بکند که رفته حقتون را از دست فلانی بگیرید، پس شما باید روید از دست همون آدمی که میگوید حقتون را بگیرید. پس این بود باب حرام بودنی به تأخیر انداختن ثروتمند یا توانمند حق را که طلب میکند صاحبش، حق را که درخواست میکند صاحبش، انسان توانمند اون حق را پرداخت نکند، این حرام و ناجایز است. با همین این باب به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب کراهیت عود الانسان فی هبة لم يسلمها الى الموهوب له و فی هبة وهبها لولده و سلمها او لم يسلمها. میگه که باب در مسئله مکروه بودنی پس گرفتنی انسان هبه را، بخشش، هدیه را که بخشش را که یا هدیه را که لم یسلمها الی الموهوب له، یعنی که نپرداخته است، نداده است با اون کسی که میخواهد به اون هدیه بدهد، و فی هبتین، در این صورت یعنی باز پس گرداندنش مکروه است، باز پس گرداندنش مکروه است. یعنی چی؟ یعنی یک چیز رو میخواهید به یک از شما هدیه بدهید اما نداده اید و اون را باز پس گرداندنش، حالا یعنی به دست او آدم نداده اید، باز پس گردانده گرفتنش این
مکروه می باشد. این یک مسئله. و فی هیبت وهبها لولده، یا هیبه کی بخشش و هدیه را که بخشیده از انسان به فرزندش، یک آدم به فرزندش هیبه بخشیده است، و سلمها او لم یسلمها، یا فرزندش اون هیبه را قبول کرده است، اون هدیه را قبول کرده است یا قبول نکرده است، یعنی که به دستش گرفته است یا نگرفته است، همچنین مکروه است که اون پدر اون مال را، اون هدیه دادگی به فرزندش را گردانده بگیرد. این دویم مسئله. و کراهت شرائه شیئا تصدق به من الذي تصدق علیه، من الذي تصدق علیه، یعنی که و کراهت شرائه شیئا، یعنی مکروه بودنی خریدن چیزی را که تصدق بهی، یعنی صدقه داده است اون را، من الذی تصدق علی، از کسی که صدقه داده است بر وی. یعنی چی؟ یعنی که شما مثلا یک چیز را صدقه میدهید به یک رفیقتون، برادرتون، همسایه‌تون، یک شناستون، یک چیز صدقه میدهید. مثلا ماشین زیادی دارید، ماشینتون صدقه میگه به خاطر الله این ماشین از تو، یا تلفن داره میگه همین تلفن از تو، یا یک گاو، گوسفند، یک چیز را میگه که همین به خاطر الله از تو، و این صدقه دادگیتون رو باز پس گردانده گرفتنتون براتون مکروه است. براتون مکروه است که همین صدقه را باز گردانده بگیرید، حتی با پول هم باشد، او فروختنی هم شود، شما خریده گرفتنت براتون مکروه می باشد. او اخرجه عن زکاتین، یا زکاتتون رو برآوردگی هستید به کسی، زکاتتون رو به کسی دادید، پشیمان شدید میخواید زکاتتون رو باز گردانده بگیرید، مکروه است. او کفارتین، یا کفاره دادگی است به کسی، کسی را کفاره روزه را مثلا دادگی است، یا کفاره به کسی دادگی هستید، مثلا چند کیلو گندم و آرد یا چیزی دادگی هستید، میخواید اون کفاره دادگیتون را باز پس گردونید. او نحوی های به مانند همین چیزهای دیگری را که به کسی دیگر صدقه دادگی هستید، اون را باز پس گردونده گرفتنتون، حتی خریده گرفتنتون مکروه است. مکروه است که اون را حتی خریده بگیرید. یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما به یک کس چیزی دادید صدقه، اون میخواهد بفروشد اون چیز را، برای شما مکروه است که اون را خریده بگیرید، حتی با پولتون خریده برای خودتون گرفتن مکروه می باشد. ولا بأس من شرائه من شخص آخر قد انتقل الیه، و باکی ندارد خریداری کردن همین چیز از شخص دیگری که قد انتقل الیه، یعنی مالکیتش به اون انسان انتقال یافتگی است. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یک انسان را یک ماشین صدقه دادید، اون انسان را که شما ماشین را دادید، اون انسان ماشین را برد به کسی دیگر فروخت و سومش را گرفت اون انسان. این ماشین دیگه الکه از دیگر آدم است، از اون انسانی که شما صدقه دادید از اون نیست، از دیگر کس است. انا اکنون شما حق دارید، با که ندارد که شما رفته همین ماشین از اون انسان بخرید، زیرا که دیگر مالکش این انسانی که شما صدقه دادید این نیست، این دیگر کس است. میتونید از او شما این مال را یا این ماشین را یا هر چیزی که باشد میتونید که برای خودتان خریداری بکنید. پس این هست این بابی طولانی که در این مسئله ها گفتگو میکند و در زیر این باب امام نووی رحمه الله برایمان دو حدیث تقدیم میکند. اولین حدیث این باب حدیث 1611 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1611 کتاب ریاض الصالحینش میگوید عن ابن عباس رضی الله عنهما، یعنی که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، ابن عباس میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الذی یعود فی هبته، یعنی شخصی که آن کسی که یعود فی هبته، یعنی پس میگیرد اون بخشیشش را، اون
هبه و صدقه دادگیش را رجوع میکند و باز میگرداند مال دادگیش را، کلکلب یرجع فی قیئه، میگوید به مانندی سگ است که باز میگرداند اون پرتافتگیش را، قیئش را، یعنی به قی خود باز میگردد. یعنی سگی که خوردگیش را میپرتاید و قی میکند و باز میگردد اون قی کردگیش را میخورد. پس انسانی که به صدقه دادگیش، هبه دادگیش، بخشیشش باز پس میگرداند و اون را میخواهد برای خود بگیرد، به مثل همین سگ است. میگوید به مثل سگ است که اون قیش را باز میخورد، به قیش باز میگردد. یعنی که اینقدر تشبیه قبیح که انسان را بدش میآید از شنیدن این سخن که باز پس خوردن سگ اون چیزی که پرداخته است. الله اکبر. یعنی که چقدر زشت است که انسان یک چیز را به یک کس ببخشد و بدهد، باز اون را باز به خودش بخواهد که باز گردانده بگیرد. این حدیث متفق علیه می باشد. میگه در فی روایتین، در روایت دیگر آمدگی است که مثل الذی یرجع فی صدقته، یعنی مثال کسی که پس میگیرد صدقه اش را، کسی که صدقه میدهد و صدقه اش را پس میگیرد، کمثل الکلب یقیء، میگه به مثل سگ است که قی میکند، خوردگی اش را میپرتاید، باز میگرداند، ثم یعود فی قیئه فیاکله، باز بر میگردد نزد قیئش و قی کردگیش را میخورد، اون چیزی که پرتگی بود اون را باز میخورد. میگه به مثل انا همین هست انسانی که صدقه دادگیش را میخواهد باز پس بگرداند و بگیرد. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمدگی است که العائد فی هبته کالعائد فی قیئه، یعنی که بازگرداندن هبه و بخشش و صدقه به مثل بازگرداندن قیء می باشد. یعنی که انسانی که صدقه می دهد و باز صدقه اش را به خودش بازگردانده می گیرد، میگه به مثل کسی است که می پرتاید، قیء می کند خوردگیش را و باز اون را می خورد، به مثل این می باشد. پس این روایت ها همه‌شان دلالت میکند به قبیح بودن و بد بودن و زشت بودن این مسئله که انسان یک چیز را صدقه بکند، ببخشد، هدیه بدهد، اون را باز بخواهد که گردانده بگیرد. چقدر زشت و بد می باشد. این بود حدیث 1611 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1612 کتاب ریاض الصالحین را می آورد، می گوید و عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال، از عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت است که گفت حملت على فرس فی سبیل الله، میگوید که حملت علی فرس یعنی صدقه دادم اسب را، فی سبیل الله در راه الله، میگوید که بخشیدم یا صدقه دادم اسب را در راه الله، فاضاعه الذی کان عنده، پس میگه کوتاهی کرد از نگاه و بین کردن اون کسی را که من صدقه داده بودم این اسب را، یعنی که این اسب را براش بخشیده بودم برای الله، برای جهاد در راه الله. اون انسانی که میگه از من اسب را گرفته بود، اون کوتاهی کرد در نگاه و بین اسب، یعنی اسب را خوب نگاه نکرد. فاردت ان اشتریه، پس عمر ابن خطاب رضی الله عنه میگوید من خواستم، تصمیم گرفتم که اون اسب را رفته از اون انسان بخرم، برای خودم رفته خریده بگیرم. و ظننت انه یبیعه برخص، میگه گمان کردم که اون انسان میفروشد به قیمت ارزانتر، زیرا که این اسب را
من به پول داده بودم برای الله، به خاطر الله داده بودمش، یعنی از به پول آمدگی بود. میگه گمان کردم که اون انسان ارزانتر نسبت به نرخ بازار و نسبت به نرخ فروش این اسب را می فروشد. پس من رفتم، میگوید خواستم که اون را باز خریده برای خودم بگیرم. فسألت النبی صلی الله علیه و سلم فقال، پس میگه در این مسئله مشورت کردم با پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پرسیدم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم را. پس میگه رسول الله جوابم داد و رسول الله برام گفت که لا تشتریه، گفت نخر اون اسب را، ولا تعد فی صدقتک، و رجوع نکن، گفت به صدقه دادگیت، صدقه را دادی، گفت دیگه با اون رجوع نکن، اون را دیگر خریده نگیر. و این اعطاکه بدرهم، اگر در 1 سوم بدهد، اگر که اون آدم بگه که بیا 1 سوم بده من اسبت رو بگیر، تو دیگه گفت با اون باز نگرد، رجوع نکن، اون را خریده نگیر. فإن العائد فی صدقته کالعائد فی قیئه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که پس هر آینه بازگشتنی در صدقه به مثل بازگشتنی به قی و پرتافتگی هست. یعنی که یک انسان قی میکند باز پس گردونده اون را خوردنش چقدر سخت و زشت و بد است، و انسان هم صدقه میکند اون را باز پس گردونده گرفتنش به مثل همین خوردگیش را پرتافته است و باز گردونده میخورد، چقدر بد است، همین قدر بد است. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر رضی الله عنه را بسیار خوب و واضح بیان کرد که این بسیار بد است، هیچگاه باز نگرد، هیچگاه اون را خریداری نکن، نگیر صدقه را که برای الله دادی، دیگه اون را باز گردانده نگیر، حتی با پولم باشد، حتی با خریدارم باشد. پس جایز و درست نمی باشد که اون را خریداری بکنی. این حدیث متفق علیه می باشد، حدیث متفق علیه هست. پس امام نووی رحمه الله میگه قوله رضی الله عنه، یعنی سخنی حضرت عمر رضی الله عنه که گفت حملت علی فرس فی سبیل الله، حملت علی فرس فی سبیل الله را میگه معناه یعنی معنای همین سخن تصدقت به علی بعض المجاهدین، یعنی صدقه دادم همین اسب را بر بعضی از مجاهدان، کسانی که جهاد میکردن، در اونها میگه این اسب را من صدقه داده بودم. پس اون اسب را اون مجاهد خوب نگاه و بین نکرد، حضرت عمر خواست که اون اسب را باز خریده برای خودش بگیرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم منعش کرد از خریدن اون اسب. پس این بود این باب، و این باب هم به آخر رسید. اکنون در آخر میخوام یک مسئله را توضیح و بیان بکنم، زیرا که از موضوع باب، از نام باب یک مسئله نادرست فهمیده می شود یا نادرست جایگذاری شدگی هست. در مسئله اگر که فرزند مالش را صدقه بدهد یا هدیه بکند به پدرش، ببخشد به پدرش، فرزند مالش را به پدرش داد، پس دیگر اون مالی که به پدرش هدیه داده است اون را باز پس گردونده گرفته نمیتواند. مثلا یک انسان پدرش در ماشین میخره میدهد یا خانه میدهد، دیگه اون ماشین را، خانه را گردونده گرفته نمیتواند، جایز نیست، درست نیست. اما عکسش میکنیم، پدر اگر در فرزند خانه داد یا ماشین داد یا یک چیزی داد، آیا حق دارد پس گردانده بگیرد؟ آیا حق دارد یا نه؟ بله حق دارد. اما در موضوع باب ما و شما خواندیم که و فی هبت وهبها لولدها و سلمها او لم یسلمها، یعنی بخشیشی که پدر به فرزندش بخشیده است، فرزند اون را قبول کرده است نکرده است، باز پس گردانده گرفتنش گفت مکروه است. پس این مخالفی حدیثی از حدیثای رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید لا یحل لواهبین، یعنی حلال نیست به انسانی که چیزی را بخشیده است، هدیه داده است به کسی، ان یرجع فی ما وهب،
اون صدقه و اون بخشیش و اون هدیهش را باز پس گردونده گرفتنش میگه براش حلال نمی باشد. الا الوالد فیما وهب لولده، مگر پدر آن چیزی را که بخشیده است به فرزندش. یعنی پدر اگر که به فرزندش چیزی را بخشید و باز خواست که گردانده بگیرد، در این صورت میتواند، یعنی محتاج شد، احتیاج پیدا کرد به اون چیزی که بخشیده است، میتواند که اون را باز پس گردانده بگیرد. پس این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم صریح و عیان و آشکار است که پدر میتواند که مال را به فرزندش بخشیده است باز پس گردانده بگیرد اگر محتاج شد. حتی پدر میتواند از مال خود فرزند به اندازه که فرزند را ضرر ندهد، به اندازه که فرزند را کمبغل و نادار و در مشکلات نافتاند، میتواند ناپرسیده از حق فرزندش بگیرد، حتی میتواند بگیرد. اما اگر خودش هدیه دادگی باشد، در این صورت هم حق دارد که اون را از فرزندش بگیرد. فقط در اینجا پدر استثناء است و بس، فقط و فقط پدر استثناء می باشد. اما در این نام باب میگه فی هبت وهبها لولده، بهتر خوبتر است که بگیم لوالده، یعنی که حتی مثلا بخشیشه که بخشیده از فرزند به پدرش یک مال را هدیه دادگی است، در این صورت اون را باز پس گردانده گرفتنش مکروه است. مکروه یعنی حرام است، جایز نمی باشد که اون را باز پس گردانده بگیرد. بهتر است که در این کلمه لولده را بگیم لوالده، یعنی به پدرش دادگی است. از پدرش بازگردانده گرفتن حرام و ناجایز می باشد. انسان اگر پدرش را صدقه یا بخشش و هدیه داده باشد، اون را باز پس گردانده گرفتنش حرام می باشد. اما پدر گفتیم از فرزند را اگر که محتاج شد میتواند باز پس گردانده بگیرد. در این وعید، در این مسئله داخل نمی شود، حرام نمی باشد. پس این بود توضیح مختصر و روشن در این مسئله. بعد از این باب نو شروع می شود، باب تأکید تحریم مال الیتیم، یعنی باب در مسئله تأکید و در مسئله شدت حرام، با شدت حرام بودن مال یتیم. مال یتیم را خوردن، مال یتیم را از خود کردن حرام است. نه تنها حرام، با شدت حرام است، بسیار غلیظ حرام است، بسیار سخت حرام است که انسان مال یتیم را بخورد یا مال یتیم را از خود بکند. این باب نو است. این باب نو را انشاءالله درس آینده خواهیم شروع کرد. پس درس امروزه همان را در همین جا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.